به نام خداوند جان و خرد. دوستان و بینندگان عزیز سلام. انشالله که در هر جای این کره خاکی هستید جور و صحتمند باشید. یکی از بزرگترین و مهمترین مشکل جامعه دانش آموزان، دانشجویان و حتی کارمندان ما داشتن ذهن مشغول و غیر متمرکز هست. در مقابل این پدیده و مشکل چیکار باید کرد؟ راهکارها و راه حل‌ها در این مورد چیست؟ در این ویدیو می‌خوایم در همین مورد مدیریت و مراقبت از ذهن با شما صحبت بکنم. ذهن در زندگی ما نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد. بنابراین هر روز صبح بایستی پس از برخاستن از خواب ذهنتان را در مسیر صحیح تنظیم کنید. اگر ذهنتان را خودتان تنظیم نکنید، اهریمن آن را برای شما تنظیم خواهد کرد. او به شما یادآوری خواهد کرد که چی روزی بدی خواهید داشت. بسیار از اوقات شیوهی که ما روزمان را با آن آغاز میکنیم تعیین میکند که کل روز چطور خواهد بود. ذهن ما همانند یک کامپیوتر است. هر گونه برنامه‌ریزی کنیم همان گونه کار خواهد کرد. شما می توانید کامپیوتری با آخرین فناوری‌ها داشته باشید. آخرین و سریعترین مدل با حد اکثر حافظه. اما اگر روی آن نرم افزار خراب نصب کنید، مسلماً به درستی کار نخواهد کرد و از تمام توانایی سخت افزاری آن استفاده نخواهد شد. با این ویژگی ذهن ما ممکن است ویروسی شود. ویروسی از طریق افکار و اندیشه های منفی. بنابراین مراقب باشیم ذهنمان را از افکار و اندیشه های منفی دور نگه داریم. در درون هر کدام از ما یک فرد موفق و خوشبخت وجود دارد. این فرد باید آزاد شود. خود کاملت را آزاد کن و مدیر خودت باش. افکارتان را در مسیر درست هدایت کنید. وقتی افکارتان بهتر شوند، مسلماً زندگیتان بهتر خواهند شد. اگر از این ویدیو خوشتان آمد، چینل ما را لایک و سابسکرایب کنید و این ویدیو را با دوستانتان شریک سازید. تا ویدیوی بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.